یک گپی بسیار نو هست در پیام که گفتن که ما خیلی مردم ما جمله شو میخونم مردم ما مثل خلقای دیگر ممالک متمدن جهان حقوق معنوی زندگی شایسته دارند. انا می جمله رو شرح میتیم بینید چی گفت، یعنی که مردم ما مثل مردمان کشورهای پیشرفته جهان حقوق زندگی شایسته دارند. این چی معنی دارد؟ و گفته که همین اکنون هدفی، این جملهش هدفی اولی سیاست دولت به حساب میرد. یعنی که یک چیزی نو اعلان کردن، گفته که از همین روز به بعد هدفی ما، هدف اساسی ما تامین زندگی شایسته مردم. این سال 2000 اگر یا سال 1993 95 پرزیدنت به منبر میبینه میگه که هدف اساسی ما نجات ملت، هدف اساسی ما نجات دولت. چون وقتی مسئله بود ممکن دولت از بین میرفت، آواز دولت صاحبی کردن. اکنون میگه که هدف اولی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان تامین زندگی شایسته. همین زندگی شایسته را میکشویم چی است؟ چی میگه زندگی شایسته؟ ببینید زندگی شایسته به تاجیکی یعنی سزاوار. همین شایسته هم کلمه تاجیکی است. خب زندگی شایسته یعنی حالتی که با روسیش میشه دستوین جیزن، دستوین یعنی که با شرفانه، حالتی که یک انسان احساس فقر، محتاجی، گرسنگی، بی‌حقوقی، احساس خجالت از زندگی، مسئله اجتماعی ندارد، بلکه از هر نظر تامین بوده. در نهایت داره میگیم چی معلمه جان؟ میگیم خوشبخت. یعنی همین زندگی شایسته یعنی زندگی خوشبختانه که از محتاجی بیرون براید. چرا اینو میگن؟ چون گفتیم که ما سالها برای دولت را ساختن مهنت کردیم، همه شرایط طاقت کردیم. یعنی استاد گنرال هستن میگه که روزهایی بود که پیاده تا مرکز شهر می آمدیم، ولی امروز دولت استوار، مرزها در دست خودمون، کشور آباد کردیم. شهر دوشان ببینید از ماشین جای نیست، این قدر آباد. انا که میگیم مردم ما مهنت کرده، زحمت کشیده، دولتش ساخت. اکن نوبتی اومده که زندگی شایسته کنه در دولت، زندگی خوشبختانه کنه. بنابراین پرزیدنت اعلام کرده که اکنون نوبت زندگی شایسته تمام، محتاجی باید گذره، بگذار گدا باشم در خاکی وطن باشم، تمام دیگه در وطن گدانه، در وطن صاحب وطنی دارای زندگی شایسته باید باشه. انا از این نظر این کلمه بسیار مهم است. ببینید این کلمه مفهوم چی معنی دارد؟ جامعه خوشبخت. اگر شما را این دخترک سوال کنیم که همین جامعه خوشبخت چی است، زندگی شایسته چی است، کشور پیشرفته چی است، ببینید سالایی که ما دانشجو بودیم، سالای 80م 90م سال عصر گذشته، این خیلی میگفتن کنی کشورهای پیشرفته و خوشبخت گپ زن. ما برآمده میگفتیم که یکم امریکا، دوم بریتانیا، سوم فرانسه، چهارم SSR، پنجم خیتای. ببینید کشورهای پیشرفته و خوشبخت در سالهای 80 هم یا حساب میشدن. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، شوروی. چرا؟ چون میگفتن که ببین آمریکایی ها به کیهان رفتن، در ماه نشسته است. انا اتحاد شوروی هر سال به کیهان راکت روان میکنه. چین اینمی قدر میلیون تن آهن استحصال میکند. انا میگفتیم بریتانیا بمب اتمی دارد، SSR سلاح یادرویی دارد. یعنی که اون وقت کدام کشوری که پیشرفته تر از نظر صنعتی و قوی تر از نظر حربی می بود، میگفتیم کشور پیشرفته، کشور قوی. انا روی خط خی بود.
یعنی که مفهوم خوشبختی، مفهوم پیشرفت معنای صنوعتی و قدرتی داشتن مفهوم در یادتون گیره. یعنی که سالهای 90 عصر گذشته معنای پیشرفت، معنای کشور پیشرفته همین بود که او کشور صنعتی قوی دارد، ارمیای قوی دارد، بمب اتمی دارد، کیهان رفته است، راکت دارد، استحصالات دارد بسیار زیاد. ولی در سالهای 2000 به بعد، این 20 سال اخیر اگر همه جدول‌ها نگاه کنید، همین مفهوم کشور خوشبخت و پیشرفته تغییر یافت. چی تغییر یافت؟ انا استادا همینجا شبیه چی تغییر یافت؟ یعنی که اکنون در مرکزی همین مفهوم راکت نه استاده است، بمب اتمی نه، صنعت متال نه، بلکه آدم استاده است، انسان. ما میگیم که در علم سیاست میگیم که مفهوم کشور پیشرفته هومانیزیشن شد، یعنی انسان محور شد، انسانی شد. همین مفهوم انسانی شد. میگیم که کشور پیشرفته کجاست؟ کشور پیشرفته کیست؟ میگیم همون کشوری که در او انسان خوشبخت باشه. انسان همین چی گفت؟ زندگی شایسته داشته باشه. اگر در همون جامعه انسان زندگی شایسته داره، همون کشور پیشرفته ترین. اگر زندگی شایسته نداره انسان، بگذار او کشور راکت داره، بمب اتمی داره، میلیون تن آهن استحصال میکنه، نفت داره، گاز داره، او کشور پیشرفته دیگه حساب نمیشه. یک جدولی ببینید، همین جدول کشورهای خوشبختی سال 2024 نوترین گپ، یعنی این همین هفته چاپ شده است. کشورهای پیشرفته ترین جهان در سال 24 در این 20 سال اخیر. شما تصور میکنید دوجه نه نام امریکا است، نه نام روسیه است، نه نام بریتانیا است، نه نام گرمانیا است، نه نام خطای است. چرا؟ چون که مفهوم دیگر شد. این ببینید همین 10 کشور پیشرفته همین حاضره. یکم دانمارک، دوم شویتسیا از همه کشور پیشرفته جهان، سوم شویتساریا، چهارم نروژ. این نروژ قریب 10 سال یکم بود، ولی چهارم رفته چون که شویتسیا و دانیا پیش رفته. پنجم کانادا، ششم فنلاندیا، هفتم هلند. ببینید کنی امریکا، کنی روسیه با بمب‌های اتمیش دیگه به کشور خوشبخت چرا داخل نمیشه؟ چون که ما میگیم خوشبخت پیشرفته همون است که در اوج انسان خوشبخت باشد. فهموست؟ پس میگیم که خودی مفهوم کشور خوشبخت به این معیار کرده میشد که آیا در همون کشور انسان زندگی شایسته دارد یا نه. اگر در همونجا انسانی کنکرت شهروند، اینم شما ما شهروندی عادی خوشبخت است، میگیم من یک کشوری پیشرفته. میگیم امریکا پیشرفته است یا که شویتسیا؟ کدامش پیشرفته است؟ سالی اگر امی سوال سال 1980 می بود، ما میگفتیم که امریکا پیشرفته است چون که او ماه در نشسته است، کیهان رفته است، راکت داره. از میگن شویتسیا پیشرفته. چرا؟ چون که در شویتسیا انسان خوشبخت‌تر است. در امریکا 3 میلیون نفر خانه ندارد. این من امریکا بارها رفتم، زندگی کردم در تگی کوهر کوپروک امریکا، چین یک شهر ما آدم زندگی میکنه بی خانه، هوملس میگن، خانه نداره. نه مردمی بی خانه که در امریکا است از چین اهالی تاجیکستان است. اون را نمیگیم کشوری خوشبخت بگذار راکت داره، بمب داره. کشوری خوشبخت جایی که یک انسان خوشبخت است. بنابراین ما میگیم که مفهوم خوشبختی به این اندازه‌گیری کرده میشد که در اوج زندگی شایسته باشد. انا برای وقتی که این مفهوم آمد در مرکز پیام نوی پرزیدنت قرار گرفت، برای میگم که این آغاز یک مرحله نوی رشد باید باشه و این بسیار جرأتی بزرگ است که آمده گفت که پرزیدنت آمدن گفتن که من ما هدف اولی سیاست دولتی ازیبت
تأمین زندگی شایسته مردم است و خوشبختی مردم. و اکنون برای که همین باز دقیق تر درک کنید، بینید چی از خوشبختی زندگی شایسته. مثلا چی خیلی چین میکنیم که همین امریکا پیشرفته است یا دنیا، امریکا پیشرفته است یا نروژ، همین چی خیلی اندازه گیری میکنیم. برای همین 10 تا نشان دهنده است. این همش شرح داده نمیشه، هم یک تا میگیم، یک اون تشبیه ببینید 10 نشان دهنده. مثلا میگیم که همین کشور پیشرفته است یا نه. یکم طول عمر آدم، من همین درازی عمر انسان چند است در همین کشور؟ این اینجا 70، اینجا 80، اینجا 90. میگه او در اینجا مثلا در دنیا، در هلند، در شویتزاریا میانه عمر اهالی 88 90 رفته شده است. میگیم او اینجا آدم خوشبخت است که عمر دراز ببینه. در افغانستان میانه عمر اهالی 40، یعنی 2.5 برابر افغانستان عمرش دراز در ژاپن، در هلند، در نروژ. پس میگیم او جامعه خوشبخت‌تر است چون انسان عمری درازتر دارد و عمری دراز نتیجه امنیت، طب، تندرستی، معرفت و بسیار پارامترها است که عمر دراز. این همین سال ژاپن چه اعلام کرد؟ گفت که در سال 2030 در ژاپن 1 میلیون نفر از 100 ساله بالا میشد. 1 میلیون نفر، این 100 میلیون اهالی داره، میگه 1 میلیون نفرش از 100 ساله بالا میشد. حالا که تیاری دیده است که میلیون نفر 100 ساله داره، چون که تمام شرایط برای زندگی انسان مهیا کرده است تا که عمری طولانی بیند. فهمو؟ این میگیم نشان دهنده یکمی جامعه خوشبخت از روی طول عمر. دوم از روی میزان مرگ و میر کودک و مادر. یعنی میگه سری فرزند رفت. سری همین تاریخ ما ببین، مادر نیمی ما سری فرزند رفته گیم، چون که شرایط همین گونه بوده است. ولی حاضر عمر میکن که از 1000 نفر مادری که تولد کرد چند نفرش مرده است، چند نفر کودکش ترسینی تا 1 هفته، تا 1 ماه، تا 1 سال مرده است. این همین کشورهای آسیای مرکزی از 1000 زنی که تولد میشه حدوداً 35-38 نفرش میمرد. یکی در آلمان، در نروژ، در شویتزاریا همین را به 0 رساندن. از 3-4 هزار زنی تولد کرده یک تاش ممکن مرد. بالاترین رقم در همین رساندن که دیگر مادر و کودک در وقتی تولد نمیمرد، چون که از همون روزی پیدا شدن او زیر تمام نظارت های بهترین شرایطو که تو کودک نگاه کن، من نفقه این شرایط هست در همین آلمان، شویتزاریا، دنیا چیکار کردن؟ حتی برای پدرها دکرت نیوت دادن. برای پدرها اول برای زنها میدادن دکرت. این شما در این مکتب بینه ما یک 5-6 معلمه داریم که الان دکرت رفته است، یعنی که تولد میکند. اگر در گرمه نمی بود شوهرش هم دکرت روان میکردن که تو رفته معلمه را نگاه کن که با کودکش آسیب نبیند، تو رفته دیگه طواق خودت بشو که وای معلمه یک توجیه کمی بیارد به دنیا. انا گرمانی هم خیلی کرده شده است. 480 روز اتپس داشته است. این 480 روز قریب 2 سال میشه. خلاصه همورا میگه که هم زنش میرود رخصتی حاملگی، هم شوهرش میره رخصتی یاردم کردن با اون مادر حامله. ببینید انا برای میگه که مرگ و میری مادر و کودک در سال اول تولد به 0 رسانده است. آن یک کشوری خوشبخت. اوشن نه راکت دارد، نه بمب دارد، نه چی دیگه دارد. خب سوم دسترسی به طب، یعنی که چقدر اهالی امکانی دسترسی به خدمت رسانی طبی دارد. مثلا مقداری طبیب، اینا به 1000 نفر چند سر وراج طبیب راست میاد، چقدر بیمارخانه است، چقدر و دوم صفتش چقدر است، طبیبای با سوادی تخصصمند. سوم دسترسی، یعنی پولش چقدر است. اینا بیده ولی شویتزاریا میگه که طب به پول، معارف رایگان.
یک کشوری پیشرفته ترینی که بلندترین صفت تیب رویگون با اهالیش تامین کرد. میگیم انا پیشرفته، نه خیتای با راکتاش، نه آمریکا با بمب‌هاش. انا سوم گفتیم چی؟ دسترسی به تیب. چهارم دسترسی به معارف، یعنی که مکتب، بخچه چقدر است، به همه میرسد، دسترس است، پولش چقدر است، صفتش چقدر است. از همین نظر جمهوری تاجیکستان در جهان یکی از پیشرفت‌ترین است از مقدار تامین معارف، چون که ما یک از ملت‌های هستیم که قریب 100% اهالیمون سواد اساسی دارد، چون که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مجبور میکند. ولی من میره در اینترنت گفتم چند کسو مسخره دارن که همین کجای همین تاجیکستان با سواد است. نه، اینا آمار سازمان ملل متحد بینید 100% اهالی ما تحصیل کرده است، چون که قانون مجبور میکنه برای مکتب نرفتن جزا است در تاجیکستان. خیلی است برای فرزند رو اجازت مکتب ندادن حبس میکنن. بنابراین کشور است که 100% اهالیش تحصیل میکنه، ولی باز تحصیل باید صفت داشته باشه، درجه داشته باشه، دسترس باشه و یک مسئله دیگه. این پارامتر ده ما هم خوبه، ولی بینید در این زمان این همی پیام بینید گفتن که در 5 سال آینده باید 50% کودکا با بخچه فرا گرفته شود. یعنی که ولی 50% نیست، 12-14% کودک فقط بخچه میرد. 80% کودک تاجیک ولی با بخچه دسترسی ندارد. بنابراین پیام چی میگه؟ برای زندگی شایسته 800 بخچه 1000 مکتب دیگه در 5 سال میسازد. و همین رقم هم اگر دقت کنید بچه‌ها، بعضا آدما هم روی رقم هم پریده میگذاریم نمیبینیم. این پرزیدنت میگه در 3 سال آینده 1000 مکتب ساخته شود. حساب کنید 3 سال چند روز است؟ اینا 366 روز یک سال با 3 ضرب میکنیم 1098 روز میشه. 3 سال یعنی گفته است که در 3 سال 1000 مکتب ساز. اگر خیلی در هر روز یک مکتب رست میاد، هر روز ده، یعنی یکی رکورد گینیس دبا نیست که همین تاجیکستان کشور است که هر روز یک مکتب شده میشه. بخچه هم میشه 800 بخچه کشوینگر صدیق، یعنی که در هر روز 1.5 روز 100 شده میشه. این سرعتی بلندی سازندگی رو بید که برای چی هست؟ همه گفته است برای رسیدن به زندگی شایسته که مردم با بخچه مکتب شرایط داشته باشد. خب چهارم معارف گفتیم. پنجم دسترسی به ورزش، که آیا چقدر میدانچه ورزشی است، چقدر اهالی ورزش میکنه، چقدرش سالم است، چقدرش فعال است از نظر فیزیکی. همین کشورهای نام برده شویتزاریا، دانیا، استرالیا اینا رو ببینید که در ورزش همین نتیجه المپیاد پاریس، نتیجه المپیاد لندن، المپیاد پکین، همینا رو یک بار بینید. آمریکا 300 میلیون نفر اهالی داره. چند؟ 300 میلیون نفر اهالی. اینا 10 مدال طلا گرفته است. این همین سوئیس و دانیا و شویتزاریا و همین با 2-3 میلیون اهالی برابر امریکا مدال میگیره. چی خیلی میشه؟ چون که تمامی مردم با ورزش مشغول است. ورزش یک چیز فراگیری جامعه شده است. انا برای همین کشورهای خورد برابر یا بر قدرت ها مدال میگیرن در المپیاد، در مسابقه جهانی، با خصوصا مسابقه که خاصی نو باشه مثل مسابقه زمستانی، همه را میگذارن، تمام مدال جهان میگیرن. چرا؟ چون که اونا عمومی کنانی ورزش رو به دست آوردن. خب پس دیگر چیزی که اینا معلومات خیلی مهم است. پنجم تناسب معاش و بازار. اینا میگم که چقدر فهمیم کشور خوشبخت است یا نمیگم اینا معیار هست. همین معاش یک آدم به زندگیش میرسد یا نه. تناسب معاش و ثبات استعمالی. همین ثبات استعمالی چی است؟ یعنی که همین در یک ماه خرج آدم چقدر است. اینا خوراک، پوشاک، برق، آب، نان همش حساب میکنیم. میگیم این همین یک آدم اگر 3,500 سامان باشه یک آدم ده میرسیده است. پس یک عائله 4 کسه ده باید 10,000 سامان حساب باشه ده یا که زیاد.
انا برای میگم که همین معاشش به زندگیش چقدر میرسد، آیا میرسد با زیادی میماند یا نمیرسد. از روی همین معین میکنیم که کشور خوشبخت است یا نه. این اگر شما یک معلم روسیه را از مکتب گیرید که معاشت میرسه، و میگه که معاش من 10 روز ده میرسه. یک معلم شویتسار گیره میگه که او معاشم پر زندگی ما میپشونه، با 50% میمونه در بانک جمع کرده ماشین میگیره. انو کشوری خوشبخت فهمو، انو زندگی شایسته نامش، محتاج تا روز 30 لرزیده نمیشه که میشه معاش. انا برای میگیم که تناسب معاش و سبد استعمالی. دیگر میزان استراحت، این آیا اهالی هم کشور چقدر استراحت میکنه؟ آیا بعد کار، بعد خرج، بعد همه کاراش کردن با امکان داره که یک سیاحت رود؟ بینید نه یک چیزی عجیب مشاهده کردم. من شما سوال تیم بگم که همین یک توریست تصور کن که همین یک توریست چخیله یا که اینجا دوسکا شما صورت یک توریست کش، حتما شما یگان امریکایی یگان اروپایی شویتساری تگ شورتی فوتبالکا موی سرش دراز ریوکزاک داره میکشه. چرا این میشه؟ چون که توریست اساسا از همون کشورها میآید، از این کشورهای بیچاره که روزی دراز مشغول مهنت و معاشش به زندگیش نمیرسه، هیچ وقت امکان نداره که $10,000 خرج کرده توریسم رود. برای همین چهره توریست در نظر ما اساسا همین اروپایی، بعضی وقتایی چی پیدا شده است کشورهای آسیای جنوبی، یگان چینی است، ژاپنی است باشه تمام. یعنی چرا توریست در نظر ما یک خارجی اروپایی است؟ چون که او کشورها با همین سطح رسیدن که نیمی اهالیش در همین وقتی تعطیلش میرود توریستی. میگم من میرم کوی پامی را میبینم، من ایسا میرم پیرامیدهای اهرام خیتو میبینم، ایسا میرم اهرام چین مصر را میبینم، ایسا میرم روسیه را مسکو میبینم. یعنی و یا توریسم دارن. ما کشورهای توریست قبول کننده ایم، اونا کشورهای صادر کننده. برای میگیم یکی از میزانی کشور خوشبخت چقدر استراحت کردنی مردم. خب این دیگر تامین حقوق و آزادی ها که یک انسان چقدر حقوق دارد، آزادی دارد، احساس امنیت شخصی میکند، این یک مسئله است. سطح سواد مردم معیار دیگه من میگیم کدام کشور با سوادتر. از همین رو ما میگیم کشورهایی که همه مردم با سواد و خودی معنای سواد الکی تغییر یافت. در همین بحث‌های مدرن ما میگیم که کنی با سواد کی است؟ سالهای 30 40 عصر گذشته میگفتیم که اینا ملت با سواد میکنیم. یعنی چی؟ خواندن و نوشتن یاد میتیم. همین خوانده میتونه، نوشته میتونه. اوی بچه با سوادای، اوی آدمی با سوادای. کورسی محوی به سوادی بود و جدا چی یاد میدادن؟ خواندن نوشتن. یعنی اگر آدم خوانده نوشته تاند میگفتیم آدمی با سواد. ولی امروز نه دیگه، خواندن نوشتن یک کاری عادی است. مثل که همین راه گشته تان اولی فوتبالیست نیست، همه راه گشته میتونن. انا برای خواندن و نوشتن یک جزئی سواد است. غیر این با کار با تکنولوژی معاصر دانستن در کار، سوادی طبی و بهداشتی برای زندگی سالم، سوادی جمعیتی و درک اجتماعی داشتن در کار، همه ایره زبانهای خارجی برای معاشرت با جهان دانستن در کار. اگر این 5-6 چیز دارد و میگه همین بچه با سواد، این خوانده نوشته تونه تمام کامپیوترهای ما خوانده نوشته میتونه. یکی سواد معاصر دیگر چی است؟ خب سواد گفتیم. و در نهایت این نهم یا دهم امنیتی اجتماعی. امنیت اجتماعی به این معنی که از همه نظر تامین بده خود رو در یک خطری که انا پگه چی میشه امروز چی میشه احساس نمیکنه، هم از نظر آرامش روانی هم از نظر آرامش اقتصادی خود رو آرام احساس کنه. انا کن جنبش چی میکنیم؟ اگر در یک کشور انسان، نه اینکه اگر رئیس وزیر، همین انسان عادی شهروند انا همین چیزا را داشته باشد،
ана дастрасӣ ба тиб, ана умри дароз, ана саломатӣ, дастрасӣ ба маориф, маоши муносиб, имкони истироҳат, имкони саёҳат, амнияти умумӣ, ҳуқуқу озодиҳо, саводи муосир. ана мера мегӯем ин ҷомеаи пешрафта. барои ҳамин норвегияро мегира аз амрико боло мемонад, барои ҳамин данияро мегира аз русия боло мемонад. фаҳмомин ана кумак русия ва амрико дар куҷост гия? ин ҳами ҷадвалда амрико 23-ум, русия 72-ум. яъне ми русия бо ҳама бузургиш ки мо илтимос карда мерем оҷо кор мекунем, 72-умин кишвари хушбахти ҷаҳон. хай бадбахттарин кишвари ҷаҳон дар инҷа афғонистон нишон додааст. аз ҳама бадбахт ки ҳатто бечора занҳо ҳуқуқи берун биромадан надорад. як миллат дар зиндон шиштааст. вале аз назари хушбахтӣ, пас шумо ин багӯян ки хушбахтӣ част, шумо аллакай медонед ки 1 2 3 4 5 6 7 8 меъёр боша, ани инсон хушбахт. агар ҷомеа да ҳами сад боша, кишвари хушбахт. агар ҳами чӣ боша, номаш зиндагии шоиста. бинобар ин анамин даъвати президент ки зиндагии шоистаро таъмин мекунем, яъне ҳамин чизҳои дар назар дора ва ин чиз барои ҳамаи мо муҳим аст. ва анами Тоҷикистон, ватани азизи мо, шароити комил барои таъмини ҳамин зиндагиро дора. мо ҳозир мегӯем Тоҷикистон биҳишти рӯи замин. ҳамира шумо мегӯед Тоҷикистон чи аст? ولی بیشتر روی زمین چه در نظر داریم؟ آبهای بهترین، هوای بهترین، میوه های شیرین، مردم خوب. این قدر اقلیم در یک فصل 4 فصل سال، یعنی مثل بهشت زیبا. ولی اگر زندگی شایسته را هم تامین کنیم، اگر این هدف پیام، این هدف حکومت عملی شود که در کنار آبهای شیرین و رودهای زیبا و کوههای بلند و باد و هوای تازه و اقلیم زیبا با زندگی شایسته هم باشد، انا با میشد واقعا بهشت روی زمین و این امکان دارد. برای همین من آرزو دارم که هم این پیام، هم این هدف عملی شود که اکنون شما بخصوص جوانو همین زندگی شایسته را تجربه کنید. ما دولت ساختیم، باید چیکار کنیم؟ لذت دولت داری رو هم بینیم، لذت استقلال رو بینیم و لذتش در همین زندگی شایسته است که من باور دارم نصیب شما جوانان میشه. تشکر.